خدا اگر بودم تو را به کسی نمی دادم، برای خودم برمی داشتم و از کائنات می زدم بیرون. من نمی خندم اگر فلسفه‌ای ماه را نصف کند و باور می کنم که روباه به شازده کوچولو میگه منو اهلی کن و رفته رفته اهلی میشه. با این چیزهای ادبیات هستش که ما میبینیم هر نویسنده‌ای برای بیان داستانش منطقی رو تعریف میکنه، یعنی بر اساس یک منطق خودش رو موظف میدونه که تا پایان روی اون منطق بایسته. مثلا شما فکر کنید راسکولنیکوف تو منطق رئالیستی که آقای داستایفسکی نوشته در روسیه، دانشجوی جوانی که بدهکاره و یک پیرزن رو کشته، پیرزن دوم رو کشته، میاد تو خیابون، بعد روباهه بهش میگه که راسکولنیکوف منو ببر خونتون. کسی باور نمیکنه برای اینکه اون منطق رو اصلا تعریف نکرده. از اول باید یک منطق رو تعریف کرد و روش ایستاد. توی ادبیات منطق‌های متعددی وجود داره که تعدادش بیشمار میتونه باشه. بعضی از منطق‌ها که تعریف میکنن توی سینمای هالیوود خیلی‌هاش مزخرفه برای اینکه با زندگی مردم تناسب نداره. مثلا آدمی که اگر بیفته روی خاک نمیدونم تبدیل به فلان میشه، یا آدمی اگه بیفته تو آب نمیدونم اینجوری میشه. این منطق‌ها رو کسی باور نمیکنه برای اینکه باهاش، یعنی پاش روی زمین نیست. هنر باید یک پاش روی زمین باشه و مردم بتونن باورش کنن. منطق‌ها شکل‌های متعدد داره. اولین منطق رئالیستیه. منطق در داستان و رمان. مثلا منطق رئالیستی، بیشتر آثار ادبی روی این منطق استواره، مثل بابا گوریو، جنایت مکافات و خیلی های دیگه. منطق دیگری داریم به نام منطق رؤیا. رؤیا و کابوس، که داستان با منطق رؤیا و کابوس نوشته میشه. یعنی من توی خوابم توی اتاقی هستم که شبیه 5 دری پدر بزرگمه، ولی گوشش شبیه موزه، یک تیکه از موزه لووره، و من توی خوابم از خیابون کانت برلین وارد این اتاق میشم و بعد توی اونجا یه سری آدم میبینم. خواهر من اونجا مادر منه، و بعد من خودم رو میبینم که 20 سالمه و برگشتم به سالها گذشته، و بعد از در عقب اون خونه میرم بیرون، وارد آمستردام میشم. یعنی پرسپکتیو نداره، همه چی به هم ریخته است، ولی منطق رویاست. اگر میخواهید رو منطق رویا داستان بنویسید باید همه چیش با هم تناسب داشته باشه. منطق دیگری داریم به نام منطق مردگان. هیچ کس تا حالا از اون دنیا برنگشته به این دنیا، بنابراین هر کسی با تعریف خودش از مردگان یک منطق تعریف میکنه. من خیلی داستان خوندم توی این منطق. مثلا یکی از داستان‌های موفقی که تا حالا خوندم مال داستان ابر صورتی از علیرضا محمودی ایرانمهره، که یک در واقع شهیدیه که اومده دارن جنازه‌شو میارن تو میدون آزادی و بعد اونجا شروع میکنه به تصویر کردن. راوی این مرده است.
توی سمفونی مردگان موومان سوم راوی سرملیناست، داره هم خودش رو روایت میکنه هم آیدین رو، دو ذهنیه. اون یه منطق خودش رو داره، اون داره با منطق خودش حرف میزنه. منطق دیگه ای داریم، مثلا منطق کودکان. منطق کودکان همه چی با ذهن کودک اجیره، همه چیز قابل باور برای کودکه و ساخته میشه برای کودکان. منطق افسانه میتونیم داستانی بنویسیم بر این منطق پیش بریم، یا منطق جادو، کاری که عطار کرده در تذکرة الاولیا و کاری که امروزه نویسندگان امریکای لاتین مثل مارکز میکنن. منطقهای متعددی داریم. مثلا تو منطق افسانه ما میتونیم ارباب حلقه ها رو در نظر بگیریم که برای خودش زبان ساخته، برای خودش تاریخ درست کرده، نقشه جغرافی درست کرده و تو باور میکنی که جهان همینی بوده که اونا میگن. تمام مدتی که این فیلم رو میبینی منطقش تعریف شده و همه چی قابل باوره، یعنی هر اتفاق جادویی و افسانه‌ای توش رخ میده. منطقهای گوناگونی وجود داره، من چند تاییش رو فقط اسم بردم، ولی بحث من اینه که باید روی منطقی که ایجاد کردید پایمردی کنید و پابرجا بمونید، منطق خودتون رو لغو نکنید. تو را به کسی نمیدادم، برای خودم برمی داشتم و از کائنات می زدم بیرون.